چه چیزی یه مکان رو به خاطره فراموش نشدنی تبدیل میکنه؟ ما جواب این سوال رو توی موزه نارنجگار اصفهانی پیدا کردیم. راستش رو بخوایم تصور میکردیم که قراره از موزه دیدن کنیم که اشیای قدیمی رو توی خودش جای داده، اما خیلی زود فهمیدیم اینجا فقط محل نگهداری اشیا نیست، خونه ایه که در هر گوشه اون روایتی از گذشته جریان داره. و همونجا بود که فهمیدیم آنچه که این موزه رو متفاوت میکنه فقط اشیای ارزشمندش نیست، بلکه آقای نارنجکاره، انسانی که سالها با عشق این گنجینه رو گردآوری کرده و امروز با همون عشق داستان هر شیء و هر یادگار رو برای مهموناش روایت میکنه. روایت هایی که هر کدوم تکه‌ای از تاریخ و خاطره این سرزمین رو زنده نگه داشتن.